ضمن برآمدها از جانب مسئولین طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان بار دیگر به دقت ساکنان دهات رسانیده شد. همزمان برآمدکنندگان در خصوص مسئله‌های بیکارشوی، عقد نیکوی عائله‌های جوان، عاقبت‌های نیکوی خویش و تباری و دیگر مسائل مبرم‌روز سخن رانده مردم را به انتخاب زندگی شایسته و نمونوی، احترام یکدیگر و قدرشناسی این سرزمین آباد و آسوده دعوت نمودند. امروز جامعه ما رو به تشویش در آورده است این بیکار کردن عقد نکاح میباشد در بین جوانان. سبب جداشوی را من در آن میبینم که این دخالت شخصی سیوم میباشد، بفرزندی میباشد، مهاجرت مهنتی که در اساس مهاجرت مهنتی برای گرفتن شهروندی دیگر مملکت آنها جدا شدند و اینچنین به زندگی مستقلانه آماده نبودن نوخانه‌داران میباشد. خوب میشد که والدین پیش از عائله‌دار کردن فرزندانشان رو نصیحت کرده، معرفت عائله‌داری رو فهمونده، با تربیت خوب عائله‌دار کرده و در دایره قانون عمل کنند. تحلیلگران یکی از سبب‌های پاشخوری عائله‌های جوان را در خانه‌دارشوی خویشتباران و یا خود نیکای خویشتباری منسوب می‌دانند. دخالت شخصانی سیوم پدر و مادر داماد و عروس و یا خواهران و برادران نیز سبب‌های برهمخوری عائله‌های جوان گشته است. یک دیگر فهمی باشد، محبت باشد، مهر باشد و وقتی که عائله جوان بنیاد می‌گردد باید که همه از طرفی دو طرف قدرت در بین آنها یک دیگر فهمی باشند تا کاری کنند که عائله به ویرانی نبیاید، برعکس مستحکم شود و ریشه دوانند و جامعه را آباد کنند. بنابر همینم من خیلی خرسندم که این گونه جماعت‌ها میشود، بگذار همین جماعت‌ها تیز شود و زنان ما، مادران ما از همین برآمدها بیشتر منفعت گیرند و بیشتر برای خود یگان تجربه آموزند. هرچند شماره عائله‌های جدا شده در شهر حصار امسال نسبت به سال گذشته کمتر باشد هم این مسئله داغیروز مسئولین ساحه را به تشویش می‌آورد. از این خاطر بخش‌های ثبت حالت شهروندی، کار با زنان و عائله در همکاری با مقامات حفظ حقوق شهر تصمیم گرفتند که کارهای فهماندهی را در تمام حدود شهر حصار با اشتراک اهالی، مخصوصاً زنان و بانوان و جوانان بر راه مانند.